رفقا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. هر جا هستید پوزیشنت روی سود باشه. یکی از رفقام چند شب پیش با من تماس گرفت، گفتش که با تجربه اینکه الان بیت کوین ریزشیه، من الان چیکار بکنم؟ میخوام اتم بگیرم، سلشو بگیرم یا وایسم بایشو بگیرم. خب من به دوستم گفتم که اساسا سوالت از من غلطه. خب یعنی چی؟ بهش گفتم که اولا من تریدر بیت کوینم، خیلی روی آلت کوین ها ترید نمی کنم، چون اصلا حجمشون با هم دیگه تفاوت داره، حجم معاملاتش با هم دیگه فرق میکنه. اون یکی بعد شما باید میلیارد دلاری پول بذارید تا بتونید تکونش بدید، این با چند میلیون دلار تغییر میکنه، افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه. ضمن اینکه من نمیدونم تو اصلا تو چه تایم فریمی داری کار میکنی. ممکنه که من تایم فریمم 5 دقیقه 1 دقیقه باشه، شما تایم فریم 4 ساعته باشه. لوریج من با تو زمین تا آسمون فرق میکنه. برای من مهم هستش که برآیند معاملاتم رو سود باشه. با 20% سود توی 10 تا معامله راضی هستم، ولی تو میگی که نه، من یه دونه پوزیشن بگیرم یه دفعه 50% لورج 50 و 60 میزنی. خب اینا با هم دیگه تفاوت داره. حرفم چی هستش؟ میخوام به چی برسم از این چیزایی که خدمتتون گفتم؟ دوستان، اساسا آن چیزی رو که شما توی اینستاگرام، توی یوتیوب یا مقالاتی که میخونید، اساسا هر آن چیزی که دیگران دارن به شما میگن ممکنه که برای اونها کارآمد باشه. من حالا چند تا پارامتر گفتم خدمتتون که اینها هر باز از یک فرد دیگه با هم دیگه متفاوته. پس هیچ وقت نمیتونی بگی که نسخه ای که برای من مفید هستش نسخه برای شما هم کار میکنه. من چند پیشم دیدم یکی از همین اساتید اومده و گفته بود که زیر 1 ساعت تایم فریم اصلا کار نکنید چون اصلا تحلیل پذیر نیستش. خب من کاملا با حرف این دوست عزیز مخالف هستم. البته مال من این شکلیه، برای کسی دیگه ممکنه که همین اتفاق بیفته. من شرایط کاری من با شرایط کاری اون با هم دیگه متفاوت، استراتژی اون با هم دیگه فرق میکنه. به خاطر همین دوستان حواستون باشه، از هر کسی هر چیزی که شنیدید، حتی حرفی که من دارم خدمتتون میزنم، اول شما باید به شرایط خودتون رو بسنجید، ببینید که این کتی که من دوختم فیت تن شما هستش یا نیستش. اگر این کت فیت تنتون نیستش لطفاً تن نزنید، لطفاً از هر حرفی استفاده نکنید. اول خودتون بسنجید، اگر که دیدید که براتون مناسب هستش همونو برید توی سیستم خودتون اعمالش بکنید. برای همتون آرزوی روزهای خوب و پوزیشن‌های پرسودی دارم. موفق باشید.